Assalomu alaykum va rahmatullohi. 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 تماشابینان عزیز، خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عمل انسان و ما انتظار میشویم کمی زیادتر تا که زیادتر پیوست شوند تماشابینان ما، چون ما امروز تصمیم خوبی گرفته بودیم و تصمیم ما این بعضی خب ما این حال کوشش میکنیم هم سبب های تکنیکی را برطرف کنیم، چون برنامه تستی است و شما میتوانید لایک مونید و به دیگران تقسیم کنید تا ما برطرف کردن بعضی سبب های تکنیکی. الله شما راضی باشد. خب من فکر میکنم که این لحظه بله درست‌تر شد. بله تشکر زیاد و دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عمل انسان. این لحظه ها میتوانید به شبکه ما پیوست شوید. چت شما در نوار دیده می شود و هر چیزی که شما نوشته میکنید دیگران میتوانند آن را بینند. و امروز ما تصمیم گرفتیم که تکنیک معاصر را به طرز درست استفاده کنیم، چون هر یکی ما میدونیم و میبینیم که تکنیک را امروز به طرز خوب دیگران استفاده میکنند به خاطر مثلا بعضی چیزهای دیگر. و ما امروز یک برنامه تستی تصمیم گرفتیم و این برنامه تستی ما آزمون است. آزمون سوال و جواب به بعضی سوال هایی که مربوط به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و باز یک سوالنامه ترتیب دادیم در مورد آمدن نازل شدن آیات های یک سوره. و واقعا این خیلی مفید و مهم است برای هر یک نفر ما. همچنین این برنامه برای فرزندان ما نیز خیلی فایده‌ناک است. از این خاطر ما کوشش میکنیم و امروز این یک نمود تستی برنامه را با شما گذرانیده میبینیم و اگر که موفق که شدیم و اگر که برای شما نیز پسند آمد، در آینده ما باز کوشش میکنیم آن را بهتر نیز گردانیم. از این خاطر خب خواهش میکردم هر یکی شما رو میتوانید خودی این لحظه لایک مونید و در ایما و در واتساپ میتوانید که به دیگر نزدیکانتان تقسیم کنید تا که دیگران نیز داخل شوند. و ما امروز از استفاده برنامه کهوت من این لحظه سیلکه آن را در چت نوشته میکنم و شما میتوانید ان همین زیر سیلکه داخل شوید، چون با واسطه ان همین کهوت ما میتوانیم که امروز یک جای با شما در برنامه اشتراک کنیم. و یگان نفر اگر میخواهند با ما در تماس باشند و اگر سوال شخصی سوال های شرعی جواب نمیگوییم و اگر خواهید
به نزدیکان خودتان که این لحظه ها شما را از هر گوشه و کنار دنیا تماشا میکنند سلام رسانید و ما این امکان را نیز به شما میدهیم و من خیلی و خیلی سپاسگزارم به هر یکی شما، به آنهایی که دعای نیک میکنند برای ما و ما باز کوششمان را زیادتر میکنیم و از فرصت حاضر استفاده میکنم و میگویم که به دیگر شبکه های ما نیز حتما پیوست شوید. شبکه نوتاسیس ما حکمت تیوی میتوانید به شبکه حکمت تیوی داخل شوید و من خواهش میکنم از مدیراتورانی که ما داریم در چت نوشته کنند سیلکه دیگر شبکه های ما را. با شبکه زمانی دانستان وارد شوید. در شبکه زمانی دانستان امروز ساعتی 5 با وقتی مسکو اگر خطا نکنم ساعتی 18 با وقتی اروپا ما تصمیم درسی عربی داریم با آموزگار خلف. اکثریت آنهایی که در شبکه زمانی دانستان هستند آنها میدونند که چنین درس داریم و امروز درس را نیز با واسطه سکایپ ما میگذرانیم و شما نیز میتوانید اشتراک کنید. واقعا به طرز آسان فهم و آموزگار نیز خودش زبان مادریش عربی است و خیلی خوب نیز میفهماند و ما کوشش میکنیم در بعضی حالات ترجمه هم کنیم. و این لحظه من نگاه میکنم و خود شما نیز میبینید که چند نفر پیوست شدند. افیری ما تقریبا 34 نفر تقریبا هستند. کهود را اگر شما برادران دوستان عزیز کهود را اگر شما در تلفن خود یافته باشید میتوانید در کامپیوتر اگر در خانه باشید در کامپیوتر تماشا کنید. امروز خود روز یک شنبه است. من از این خاطر امروز را تصمیم گرفتم چون همگان در خانه هستند و میتوانند یک جای با اهل عائله خود اهل بیت خود اگر وقت داشته باشند ما را تماشا کنند. به همین خاطر اگر در تلویزیون باشد شما میتوانید یوتیوب را درگیرانید و به شبکه قرآن دستور عمل انسان وارد شوید. من خود حاضر خب به شما نشان میدم. انا همین چیزی که شما میبینید کهوت است. به انا همین جا وارد میشوید و از کامپیوتر اگر ما رو تماشا کنید دیگران میتوانند با واسطه تلفن موبیلی خب آماده باشند. خب با سوال های شما انشاءالله حتما که جواب میگویم چون در کامنتاری ها می نویسند سوال های زیاد آماده رسیده ایستاده است و هر جایی که من میتوانم جواب گویم حتما جواب میگویم و با سوال های خب وابسته به خود شبکه ما باشد و سوال های شخصی باشد حتما جواب میگویم. و خب تقریبا 34 نفر هستیم و بیایید آغاز میکنیم. طور تستی من به شما رقمی پین بازی خود حاضر نوشته میکنم و شما از آن داخل میشوید به بازی و سوال پیشنهاد میشود، وریانت ها پیشنهاد میشود و کدام وریانتی درست که باشد شما رنگ را انتخاب میکنید. اونجا چند رنگ است همون رنگ را پخش میکنید. خب اگر آماده باشید من این حال تیار میکنم برنامه رو و پین رو برای شما دسترس میکنیم. خب صدایش رو میگیریم. اینجا یک صدا نیز دارد. خب انا همین پین بازی رو میتوانید در کهوت خود نوشته کنید. مرحمت 653 91 36 همه آنهایی که با ما هستند تماشا میکنند ما رو در کهوت نوشته کنید. در کجا؟ من یک بار دیگر نشان میدم. در داخل انا همینجا کد رو پین کد رو نوشته میکنید. ماشاءالله خیلی خوب. الکی چند نفر
مینو، ابو حنیفه، حمزه، منصور برو، عبدالله خوش آمدید، مسفیره خوش آمدید، امید خوش آمدید. خب جمع میشویم باز 7 نفر عین حال آنهایی که اشتراک میکنند در برنامه. خب مرحمت. رقم های تلفنی ما نیز زیری نوار نوشته شده است، چون برادران سوال میکنند حتما که میتوانیم با شما در تماس باشیم اگر شما خواهید. خب امید، مسفیره، مینو، ابو حنیفه، حمزه، منصور، عبدالله اینجا هستند و هر کسی که باز میخواهد اشتراک کند مرحمت. باری دیگر تکرار میکنم، شما در اینترنت کاهوت نقطه ای ت داخل میشوید و انا همین پین رو نوشته میکنید، یعنی که 653 91 36 و ما امید تجکه خوش آمدید. 8 نفر شدیم. سوال های خیلی شکر، خوش آمدید. سوال ها خیلی سوال های آسان است و عادی است، وابسته به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این نیست ان شاء الله ما کوشش میکنیم یک آزمون دیگر نیز گذرانیم تا اینکه معلومات زیادتر پیدا کنیم دوستان عزیز، چون واقعا خیلی مهم است و اگر حتی یک آیت را نیز دانیم، اگر حتی یک حدیث را نیز دانیم موافق گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما باید که به هم دیگر رسانیم. از این رو این خیلی یک درسی خوب هم می شود برای ما، هم برای فرزندانمان، چون امروز روز یک شنبه است. بار دیگر تکرار میکنم، همگان با اهل نزدیکان خود، پیوندان خود نشستند و یک در کامپیوتر یا اینکه در تلویزیون میتوانید به شبکه قرآن دستور عملی انسان وارد شوید و با واسطه تلفن موبیلی بس سایت کاهوت نقطه ای ت داخل شوید و آن همین پین را نوشته کنید. حمزه خوش آمدید. خب 10 نفر شدیم. خب خب یک نفر تماشابین ما با جای پین این پین را نوشته کردند. خیلی خوب، خوش آمدید. مسلم خوش آمدید. الله از هر یکی شما راضی باشد. 11 نفر شدیم. خب باری دیگر تکرار میکنم، به سایت کاهوت نقطه ای ت داخل شوید و در آنجا پین نوشته شده است. با جای پین رقم 653 91 36 را نوشته میکنید و شما حتما که داخل میشوید. شکرا، خوش آمدید. خب 10 نفر هستیم. چون می نویسند که باز کمی انتظار شویم، چند نفری دیگر میخواهند باز داخل شوند. باری دیگر یادرس میشوم، سوال های خیلی عادی و آسان است. مصعب خوش آمدید. و خب بیایید اکنون آغاز میکنیم. این تستی است، شاید کجای کمبودی ها باشد و ما کوشش میکنیم که آن را در آینده برطرف کنیم. خب اگر شما آماده باشید ما سر میکنیم بازی را. فکرهای اسلامی نیست، شادمان نیست. خوش آمدید. خیلی خوب، بسم الله. نام چند زن در قرآن نوشته شده است؟ نام چند زن در قرآن نوشته شده است؟ و شما میتوانید جواب درست را از تلفنتان زیر کنید، یعنی که یکم اینجا مریم آمده است، زرد امینه، عایشه، ام کلثوم، کبود عایشه، مریم و یا دیگر. ماشاءالله. خب همه 5 نفر
اشتراک کردند و 5 نفر درست جواب گفتند. به سوال دیگر میگذاریم. خب عبدالله یکم شده درست جواب گفتند، 830 خال گرفتند. مینو 825 خال، مصعب 790، امید 772. یعنی اینجا نشان داده شده است از 10 نفر کسی اولین شده پخش کردند. با سوال دیگر میگذاریم و میبینیم که کی جای به جای اول میبرد. یعنی شما نیز این لحظه ها میتوانید کوشش کنید و به جای بالاتر گذارید. سوال دوم: از همه درازترین سوره قرآن. وریانت ها: آل عمران، بقره، نیسا، اخلاص. و زودتر شما در دوام 20 ثانیه باید که آن همان رنگ را پخش کنید. کدام رنگ را شما کسی پیشتر پخش میکند آن هوای جوابی درست گفته است. و خیلی خوب، 10 نفر. خب مینو به بالا برآمد، یعنی که اولین شده جواب گفت. در جای دوم عبدالله و در جای سوم منصور برو. دوام میدیم. سوال سوم: کدام سوره را ام الکتاب میگویند؟ کدام سوره را ام الکتاب میگویند؟ الناس، آیت الکرسی، یاسین، فاتحه. شما در تلفن موبیلی خود رنگ دارید، اون رنگ را میتوانید که زیر کنید تا که خیلی خوب، خیلی خوب. خب میبینیم که به پیش برآمد. 4 نفر جوابی درست گفتند، 3 نفر یاسین را انتخاب کردند و 2 نفر آیت الکرسی را انتخاب کردند و واقعا ام الکتاب گفته سوره فاتحه را میگویند. میبینیم که به پیش برآمد. مصعب به بالا برآمد و مینو که در جای اول بود جای سوم را اشغال کرد و ابو حنیفه تبریک میکنم جای دوم. دوام میدهیم. روزهای جمعه کدام سوره را زیادتر میخوانند؟ سوره فاتحه، سوره عصر، سوره بقره یا اینکه کهف؟ خب هر کسی که اولین شده جوابی درست را انتخاب کرد به زینه بالا میبراید. خب ما 20 ثانیه وقت داشتیم. ماشاءالله 8 نفر جوابی درست گفتند و 2 نفر ناکام شدند. بیاید میبینیم کی به پیش برآمد. خب مصعب در جای اول است و مینو در جای دوم، ابو حنیفه در جای سوم. و خب حمزه 3 مرتبه جوابی درست گفته است، یعنی که پی هم جوابی درست گفته است. خب بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نام پدری محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ وریانت ها: عیسی، عبدالله، ابو مطلب، ابو طالب. کسی پیشتر شده جوابی درست را زیر کند و بالاتر خالی بلندتر را میگیرد. 7 نفر جوابی درست دادند. ماشاءالله، ماشاءالله. خب بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. مصعب در جای اول، ابو حنیفه در جای دوم، منصور برو در جای سوم و حمزه حرکت دارد به سمت پیش در جای چهارم است. فکر میکنم که شما نیز آنهایی که پایانتر هستید اگر اولین شده در جوابهای دیگری که ما داریم شما جواب که گفتید شما نیز به زینه بالا میبرید. بیایید دوام میدیم.
نام بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم. وریانت ها: ابو طالب، عبدالحمید، عبدالمطلب، عبدالله. ما 20 ثانیه وقت داریم یک جای با شما میتوانید زودتر تگمچه را زیر کنید و جوابی درست کنید. 7 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله ماشاءالله. میبینیم که کی به پیش برآمد. خب دوستان عزیز خوش آمدید. میتوانید این لحظه لایک مونید تا که دیگران تماشا کنند و شما میتوانید به دوستانتان شبکه ما رو روان کنید تا که آنها نیز پیوست شوند، چون باز یک 10 سوال دیگر نیز داریم که به مثل همین خیلی شوق آور است و تبسم میکنیم، خنده میکنیم و همچنین خوش میگذرانیم شام خود را و باز یک معلومات دیگر نیز به خود پیدا میکنیم. الله از هر یکی شما راضی باشد. دوید میبینیم کی به پیش برآمد. مصعب در جای اول است و ابو حنیفه در جای دوم. تبریک. حمزه به پیش برآمد و در جای سوم قرار دارد. منصور برو کمی پایانتر و عبدالله در جای پنجم. دوام میدیم و نزدیک میشوند به غالبیت مصعب، چون مصعب پی هم به 6 سوال درست جواب گفت. از 10 سوال به 6 سوال پی هم درست جواب گفت. به همین خاطر در جای اول است. سوال هفتم: نام مادری که به محمد صلی الله علیه و سلم شیر داده است. وریانت ها پایان است. کسی اولین شده جوابی درست را پخش میکند. مرحمت. خب چند ثانیه دیگر. یک. درست. 6 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. 6 نفر جوابی درست گفتند. و ببینید تماشابینان عزیز، به همین بازی، یعنی که ما یک بازی میکنیم و همچنین معلوماتی خوب برای خودمون پیدا میکنیم. ببینید از 10 نفر ما اگر چند نفری که خطا جواب گفتند، بعد از این دیگر درست درک میکنند که چه از جوابی درست. حلیمه مادری که به محمد صلی الله علیه و سلم شیر داده است. میبینیم که به پیش برآمد. مصعب در جای اول، ابو حنیفه در جای دوم و حمزه در جای سوم و مینو نیز باز وارد شد به قطار اولین ها. منصور برو از بین رفت و مینو آمد. دوام میدهیم. قوم حلیمه چی نام داشت؟ مادری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر داده است، قومش چی نام داشت؟ بنی انصار، بنی طالب، بنی اسرائیل، بنی سعد. اولین شده که زیر میکند، پخش میکند، درست رنگی درست را برد میکند. خب 2 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. بنی سعد. و خب دوستان عزیز، آنهایی که این لحظه پیوست شدند و تقریبا 68 نفر ما را تماشا میکنند، شما نیز آماده باشید. میتوانید در همین بازی شما نیز اشتراک کنید و طرز اشتراک کردن شما با واسطه تلفن موبیلی خودتان kahoot.it داخل میشوید و من پین کد رو برای شما روان میکنم. آن را نوشته میکنید. خیلی آسان و عادی است داخل شدن. انتظار باشید. بعد از این، بعد از یک سوال دیگر، 2 سوال دیگر، شما نیز میتوانید وارد بازی شوید. خب ماشاءالله. ابو حنیفه به بالا برآمد، جای اول 5862 خال. مصعب در جای دوم و حمزه در جای سوم. ابو حنیفه به 7 سوال آخرین ما پورا درست جواب گفت، یعنی به خطا به 7 سوال ما جوابی درست گفت. تبریک میکنم و ما باز سوال دیگر داریم. بیاید میگذاریم به سوال دیگر. در طول چند سال قرآن نازل شد؟ در طول چند سال قرآن نازل شد؟ 25، 23، 60 یا اینکه 32؟
کسی جواب درست را میداند زودتر پخش کند تگمچه را و رنگ درست را. ماشاءالله 9 نفر جواب درست دادند. 9 نفر جواب درست دادند. 23 سال. در طول 23 سال قرآن کریم نازل شده است. چون پیشتر ابو حنیفه در جای اول و دیگر مصعب و در جای سوم حمزه، مینو و عبدالله. و سوال نهایی: محمد صلی الله علیه و سلم در چند سالگی وفات کردند؟ خب، تشکر زیاد. بسیار تماشابینان ما در افیری مستقیم نیست در چت ما جوابهای درست را میگویند. تشکر، الله شما راضی باشد. 6 نفر جوابی درست گفتند، 3 نفر، 4 نفر جوابی نادرست گفتند. خب میبینیم کی در برنامه ما غالب شد. در جای سوم عبدالله، در جای دو مصعب و در جای اول ابو حنیفه. ماشاءالله ماشاءالله، مبارک باشد. این قرصک ها برای شما. ابو حنیفه 7543 خال گرفتند و مصعب 7139 خال، کمی پستر میکنیم 108 را، و عبدالله 6234 خال. 3 نفر غالبیت مطلق. تبریک میکنم، تبریک، مبارک باشد. و واقعا بار دیگر دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، این یک بازی بود و این بازی را به طور درست ما امروز به طور درست استفاده کردیم، چون من و شما باخبر هستیم، میدانیم که همه آنهایی که میخواهند بازی ها را هر گونه در هر راه استفاده میکنند و این زمانی معاصر است و از این خاطر ما این تصمیم را گرفتیم، گفتیم بیایید همین بازی هایی که مثلا در دیگر راه استفاده میکنند ما آن را در راهی درست استفاده کنیم تا فرزندان ما، تا خودی ما یک معلوماتی خوب برای خودمون پیدا کنیم، آموزیم. این انشاءالله که خوب است و بهتر است و یک چیزی که تربیوی است و ما خودمون یک معلومات دیگر پیدا میکنیم، یعنی که روز از روز خودمون نیز کمی باشد هم رشد میکنیم. و بیایید سوالنامه دیگر من این حال تیار میکنم. تقریبا 78 نفر ما تماشابین داریم این لحظه. در واقع خیلی عجیب است ببینید که 50,000 نفر آنهایی که یک جای در شبکه قرآن دستور عمل انسان هستند و همگی 70-80 نفر تماشا میکنند. سبحان الله. و از این راه شما میتوانید انشالله اگر لایک مانید یا اینکه به دیگران روان کنید شبکه قرآن دستور عمل انسان را تا دیگران نیز داخل شوند. من برنامه دیگر رو این لحظه میسازم. تیار است، سوال ها تیار است و خب شما میتوانید که زیادتر از این پیش ما تقریبا 10-11 نفر اشتراک کردیم و در برنامه دیگر میتوانیم زیادتر باشیم. خب این حال اینجا پین پیدا می شود. خب صدایش را می گیریم. مرحمت نوشته کنید در تلفنی خود یا در کامپیوتری که شما استفاده میکنید رقم پین 16 13 355 نوشته کنید و داخل بازی شوید. مرحمت. همگی 10 نفر سوال است
савол дар мавриди нозил шудани як сура ва чанд ояти он. дар ин бора, дар бораи он саволе ки ман ин лаҳза барои шумо пешниҳод мекунам, мо дар шабакаи замони донистан тақрибан 4 барнома ё 5 барнома пешниҳоди шумо карда будем ва барои шумо маълумоти хеле муфассал ва маълумоти зиёд дода шуда буд. айни ҳол намегӯям кадом сура аст, чун шавқовар он аст ки шумо ин лаҳза иштирок кунед дар он бозӣ ва ҷавобҳои шуморо фаҳмидан мехоҳем ки барои мо ҷавобҳои дуруст мегӯянд, пешниҳод мекунанд. хуб, инҷо навишта мекунанд барои пайваст шудан шумо метавонед аз телефони мобили худатон истифода кунед ва дар компютер метавонед моро тамошо кунед ё ин ки дар телефони дигар моро тамошо кунед, аз телефони дигар пайваст шавед, фарқ надорад. хусрав хуш омадед, муслим хуш омадед, айлав аллаҳ хуш омадед, абу ҳанифа хуш омадед, умед, шодмон, мансур бро, мину, мусаб, ҳамза хуш омадед. 10 нафар шудем ва 90 нафар ҳастем. онҳое ки моро тамошо мекунанд, шумо низ метавонед агар хоҳед дар озмун иштирок кунед. саволҳо дар мавриди нозил шудани як сура ва сабаби нозил шудани он сура, ба чӣ хотир нозил шудааст ва аз тафсири сурае гирифта шудааст ва воқеан ниҳоят муҳим аст. як маълумот пайдо мекунем мо ва шумо баъд аз донистани ҷавоб ба ин суолҳо. марҳамат, 10 нафар шудем ва онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд 16 13 355 ин пин код аст. ба kahoot.it дохил шавед. kahoot навишта мекунем як бори дигар. аз модератор хоҳиш мекунам ки дар чат навишта кунанд kahoot.it то дигарон донанд. каме интизор мешавем, чун бародарон савол медиҳанд чӣ гуна дохил шавем. марҳамат, тамошобинони азиз, зиёдтар шудем. миноҷ хуш омадед. 12 нафар шудем. хуб, ба онҳое ки навакак пайваст шудед, мо озмуне дорем. озмун саволу ҷавоб, саволҳо ҳаст ва вариантҳои ҷавоб аст. саволҳо барои дарк кардани исломи мо аст ва аз ин хотир шумо метавонед ки дар озмуни мо иштирок кунед ва як маълумоти хуб барои худатон пайдо кунед, барои фарзандонатон, чун савол медиҳанд онҳое ки навакак пайваст шуданд. хуш омадед. хуб, kahoot.it дохил шавед ва дар он ҷо барои шумо гейм пин мебарояд. ҷои гейм пин ана ҳамин рақамро навишта мекунед 16 133 55. ҳусайн хуш омадед, зайнаб хуш омадед, анвар хуш омадед, машанис, фарид хуш омадед. ҳабдаҳ нафар шудем, машааллоҳ. хеле хуб. хеле хуб. аллоҳ аз ҳар яки шумо розӣ бошад. каме дигар интизор мешавем ва ҳамонҳое ки мухторов хуш омадед. 18 нафар шудем. иброҳим хуш омадед. абдумуталиб хуш омадед. 20 нафар шудем. хуб, тамошобинони азиз, ҳама онҳое ки моро тамошо мекунед, лайк монед, ба дигарон тақсим кунед
تا که دیگران نیز توانند اشتراک کنند، یک بهره گیرند، چون وقتمان را ما هر گونه صرف میکنیم به فایده است و وقتی هست که آن را ضایع میکنیم، یعنی به فایده صرف میکنیم. از این خاطر وقتی خودمون کوشش کنیم که درست صرف کنیم، در راه درست صرف کنیم و یک معلوماتی خوبی برای خودمون پیدا کنیم و به همین خاطر ما این بازی را کوشش کردیم که برای شما آماده کنیم، تشکیل کنیم. خیرالله خوش آمدید. کهوت نوشته کردند کسی. و اگر نام خودتان را نوشتن نخواهید، میتوانید مثلا ابو منصور یا اینکه یگان نامی که تخلص باشد بگذار نوشته کنید، یگان مشکل ندارد. مهمش اشتراک کردن است و حتی برد کردن نیست، اینقدر مهم نیست، بلکه اشتراک کردن و معلومات پیدا کردن این است مهم. خب بیتالی میپرسند چگونه داخل شویم. برای شما میگویم kahoot.it مدیراتور نوشته کردند، به همونجا داخل شوید و در جای گیم پین همین رقمی که شما میبینید نوشته کنید 16 133 55. بهادر خوش آمدید. خیرالله خوش آمدید. 20 نفر شدیم. خب بیایید آغاز میکنیم. 20 نفر هستیم و سوال چقدر که گفتم در مورد نازل شدن یکی از سوره ها ما آماده هستیم. بسم الله. تاجیک بهادر خوش آمدید. زیهار گفته چی را می گفتند؟ مردان عرب در زمان پیش زیهار می گفتند. وریانت ها: فلان جای تو به مادرم مانند است، یا فلان جای تو به همسایه مانند است، یا تو فلانی، یا اینکه فلان جای پدرم به تو مانند است. جوابی درست کدام است؟ زیهار گفته چی را می گفتند مردان عرب در زمان جاهلیت. نه نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. 9 نفر همونهایی که به فکرم برنامه ما رو تماشا کردند در شبکه زمانی دانستان، چون ما در مورد زیهار چند برنامه دراز داشتیم. در جای اول خیرالله، در جای دوم مصعب و در جای سوم تاجیک ابو حنیفه و مینا. دوام میدهیم. سوال دوم: 2 مراتب زیادتر شما خال میگیرید. زیهار در جاهلیت به چی می آورد؟ یعنی به چی آورده می رساند زیهار؟ به خوشبختی، به خرسندی، به مهربانی یا به جدایی عائله؟ زیهار به چی آورده می رساند در زمان جاهلیت؟ 2 مراتب زیادتر خال میگیرید. کسی اولینش پخش کرد. به جدایی عائله. 8 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. خب خیرالله در جای اول هستند، مصعب در جای دوم و ابو حنیفه در جای سوم. به سوال دیگر میگذاریم. زیهار در زمان جاهلیت به چی مانند بود؟ به زن، به مرد، به طلاق یا اینکه به اسب؟ آنهایی که میدونند تبسم میکنند، خنده میکنند. بله، به چی مانند بود زیهار؟ 8 نفر جوابی درست گفتند. ماشاءالله. به طلاق. زیهار به طلاق مانند بود و در زمان جاهلیت یگان جایی اگر مرد میگفت به زنی خود، یگان جایی تو به یگان جایی مادری من مانند است میگفت، زیهار میشد. وقتی که زیهار میشد عائله ویران میشد. خب دوامش را نمیگویم چون سوال ها موافقند و به همین خاطر به سوال دیگر میگذاریم. خوش آمدید آنهایی که نوکک به
شبکه قرآن دستورالعمل انسان پیوست شدند. خیرالله در پیش بودند و به جای سیوم گذاشتند. ابو حنیفه به جای اول و مصعب در جای دوم. حمزه پیوست شدند و اسیه نیست. خوش آمدید و تبریک میکنم. دوام میدیم. سوال چهارم. کسی که برد کرد 2 مراتبه خلاه زیادتر می شود. کدام سوره در مورد زیهار نازل شد؟ سوره بقره، سوره عصر، سوره یاسین یا اینکه سوره مجادله؟ 2 مراتبه خالی زیاد میگیرید کسی که جوابی درست گفت. یعنی که اگر در پایان باشد بالا میبراید. ماشاءالله 11 نفر جوابی درست گفتند. سوره مجادله. سوره مجادله در باره زیهار، یعنی در باره زیهار در همین سوره آمده است. میبینیم کی به پیش برآمد. ماشاءالله ابو حنیفه در پیش، مصعب در جای دوم و خیرالله در جای سوم و میناج نیست باز آمدند. دوام میدیم. سوال 5. سوره مجادله چندم سوره در قرآن است؟ رقمش رقم 36، 114، 58 یا اینکه 2. کدام سوره است؟ چندم سوره است؟ ماشاءالله 13 نفر جوابی درست گفتند. 13 نفر جوابی درست گفتند و واقعا باعث خرسندی است، باعث یک خوشبختی است که ما امروز توانستیم که این گونه تصمیم را گیریم و ما توانستیم که به خواست الله سبحانه و تعالی این گونه آزمون را گذرانیم، چون یک معلومات خوبی دیگر پیدا میکنیم، یک معلومات نو پیدا میکنیم آنهایی که نمیدانستند و هم شوخی میکنیم، هم خرسندی میکنیم، هم باز کمی باشد هم درس علم میگیریم. دوام میدیم. بیایید باز 5 سوال دیگر داریم. کی در جای اول است؟ ابو حنیفه. مبارک باشد. ابو حنیفه در پیش و در جای دوم مصعب، خیرالله، اسیه و ایلا و الله برآمدند به بالا، به زینه های بالا. سوال 6. به خاطر کدام زن سوره مجادله نازل شد؟ باور کنید به نهایت یک سوره که وقتی معنایش رو میخوانیم احساسی کس اشک از چشمانش جاری می شود وقتی که این سوره رو تفسیرش رو میخواند. به نهایت تکان دهنده است. خب جوابهای شما رو میبینیم که جوابی درست گفت. 5 نفر جوابی درست گفتند. بله، حوله بنت ثعلبه آن زنی بود که توانست داد خودش را به الله سبحانه و تعالی رساند، یعنی سر به سجده برد و گفت که شوهرم مرا زیهار کرد و من فرزند دارم، من نمیخواهم که با شوهر خودم جدا شوم. این چگونه می شود که شوهری من گفت که فلان جای تو به فلان جای مادرم مانند است و دیگر بین ما جدایی پیدا شد. و میخوام که زیادتر نقل کنم، اما بیایید باز 4 سوال و جواب دیگر داریم، چون به هم دیگر مانند است و من نمیخوام که جواب رو پیشکی به شما گویم. از این رو دوام میدیم و میبینیم که کی به پیش برآمد. ابو حنیفه 6691 خال. ماشاءالله. مصعب، اسیه، خیرالله آمدند و میناج. خب یکی از اشتراکچیان ما به 3 سوال اخیران درست جواب گفتند. کام بابا فکرم اگر خطا نکنم. بیایید به سوال دیگر میگذاریم. نام شوهری
حوله بنت ثعلبه چی بود؟ خالد ابن ولید، افس ابن سامیت، علی ابن ابو طالب یا اینکه مصعب بود؟ مرحمت جوابهای خودتون رو نوشته کنید. ماشاءالله 9 نفر جوابی درست گفتند. افس ابن سامیت بود، شوهر حوله بنت ثعلبه که نخست در یک حالت می شود که سببش هم ناچیز بود و به همسرش می گوید، به حوله بنت ثعلبه می گوید که فلان جای تو به فلان جای مادری من مانند است، به همین گونه معنا. و بعد از این بین آنها زهار پیدا می شود و حوله بنت ثعلبه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده می پرسد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، شوهرم این گونه گفت، چی شد بین ما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند بله، بین شما زهار شد. در این وقت حوله بنت ثعلبه به نهایت احساسی می شود و می گوید من فرزندان دارم، من دوست می دارم شوهرم را، من نمی خواهم که با بین ما جدایی شود. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند دیگر بین شما جدایی شد و سرش را سجده می کند و از الله می پرسد یا الله به داد من رس، یعنی کمکم کن. و این گونه سوره مجادله آیت های 1 تا 4 نازل می شود. و بیایید دوام دهیم و انشاءالله شما می توانید در شبکه زمانی دانستن، من از مدیریتور خواهش می کنم نوشته کنند زمانی دانستن چگونه شما می توانید پیوست شوید و آنجا برنامه پوره ما رو می توانید شما تماشا کنید در مورد تفسیر سوره مجادله آیت های 1 تا 4. 3 سوالی دیگر باقی مانده است، میبینیم کی در پیش است. ماشاءالله ابو حنیفه در جای اول، در جای دوم مصعب و اسیه، خیرالله و میناج. دوام دهیم. مصعب ماشاءالله مصعب به 7 سوال ها پی هم درست جواب گفتند و اینجا نوشته شده است که مصعب به 7 سوال پی هم جوابی درست گفتند. سوال 8: این سخنهای کیست؟ این زن حوله بنت ثعلبه است که سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است. کی این سخنها را گفته است؟ این زن حوله بنت ثعلبه است که سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است. علی ابن ابو طالب، عثمان ابن عفان، ابوبکر صدیق یا عمر الخطاب گفته است. خب 7 نفر جوابی درست گفتند. بله، عمر الخطاب، خلیفه آن زمان، وقتی که روزه می شود با زن و میخورند یک جایه با دیگر صحابگان و آن زن عمر رضی الله عنه را به سخن میگیرد و گپ میزند و حتی میگوید که یک زمان تو عمر چه بودی و امروز تو عمر خلیفه مسلمان ها شدی، یعنی که با این گونه سخن میکرد. و در اون زمان دیگر اصحاب میگویند که یا عمر چرا تو این زن را گوش کردی و ششتی، یعنی که وقتی خودت رو بیهوده گذرانیدی. عمر رضی الله عنه میگویند که اگر حتی تا صبح این زن مرا اینجا سخن میگفت من این را گوش میکردم، چون این زن را سخنهایش را الله از بالای 7 آسمان شنیده است، من چرا گوش نکنم؟ و علاوه میکند بجز نماز فرض من تا نماز صبح این زن را آماده بودم که گوش کنم. و 7 نفر جوابی درست گفتند. میبینیم که به پیش برآمد.
ابو حنیفه به پیش برآمد با 8398 خال. مصعب در جای دوم، خیرالله، اسیه و میناج. دوام میدهیم. معنای مجادله چیست؟ بحث سخن، کشمکش، حقارت یا دشنام یا نام زن یا صدای سور یا سورنای. پنج نفر جواب درست گفتند. بله، مجادله گفته بحث سخن، یعنی کشمکش میگویند. وقتی که خب میخواستم نقل کنم ولی به فکرم در سوال نهایی جواب می آید به همین سوال و بعد از آن من کمی در مورد بحث سخن و کشمکش انشاءالله که برایتان نقل میکنم. خب بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. ابو حنیفه در جای اول است، خیرالله، مصعب، اسیه پیدا شد و میناج و همچنین خسرو نیز به 3 سوال آخرانی که ما داشتیم درست جواب گفته است. پی هم درست جواب گفته است و فکرم سوال نهایی است. بله، این بازی به شما پسند آمد. بله بله. خب تشکر زیاد. الله از هر یکی شما راضی باشد. و بیایید کوتاه درباره آنی که به چه خاطر کشمکش میگویند یا مجادله میگویند همین سوره را گفته میگذارم و شما باز معلومات پوره را میتوانید در شبکه زمانی دانستن داخل شوید و برنامه هایی که ما پیشتر قبلا آماده کرده بودیم در مورد تفسیر سوره مجادله و آیات های 1 تا 4 آنجا پوره تر گوش کنید. مجادله گفته به آن خاطر میگویند که وقتی که اولین بار حوله بنت ثعلبه نزد برای شکایت کنی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، عایشه رضی الله عنها در را میکشایند و میبینند که یک زن می آید و میبینند که زن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار سخن میگفت، یعنی کشمکش میکرد، مجادله میکرد و نمیخواست که چنین باشد، نمیخواست که بینشان بین شوهرش جدایی شود و از این خاطر با سخنهای شاید که بلندتر میگفت، یعنی که میخواست که یگان راه پیدا شود که از آن همان ورطه جاهلیت بیرون شوند و آن همین سبب هم شد. سبب حوله بنت ثعلبه شد که از آن همان جاهلیتی که مردم عرب پیشتر داشتند ناحرمتی زن از آن ورطه بیرون میبرایند به سبب دعای این زن. دعای این زن نزد الله مستجاب شد، یعنی که این زن خواست که یگان راه پیدا شود که از شوهرش جدا نشود، چون شوهرش را دوست می داشت، فرزندانش را نمیخواست که بی پدر مانند. از این خاطر وقتی که صحبت میکرد حوله بنت ثعلبه با رسول الله صلی الله علیه و سلم شاید که بلندتر گپ میزد. این را عایشه رضی الله عنها میشنید و میگفت و مجادله میکردند، کشمکش میکردند آنها. و بیایید میبینیم که به جای اول برآمد و میبینیم که برد کرد امروز. جای سیوم خیرالله، میناج جای دوم و جای اول ابو حنیفه. ماشاءالله ماشاءالله با 10822 خال و اسیه و حمزه نیز در
بعد از اینها بودند، یعنی که باز 2 نفر دیگری که جاهای نمایان رو گرفتند. خب صدایش را خاموش میکنیم. خب بار دیگر تماشابینان عزیز خوش آمدید میگویم هر یک شما رو، و امروز ما امید داریم که وقتمان رو کمی باشد هم خوش گذرانیدیم، خوب گذرانیدیم و با ثمر گذرانیدیم. مهمش چون همه میتواند هر گونه وقتی خودش رو صرف کند و امروز ما کمی هم تبسم کردیم، کمی هم خرسند شدیم و کمی هم بازی کردیم و هم کمی باشد هم دانش گرفتیم. و اگر برای شما پسند شده باشد حتما در کامنتاریاتون نوشته کنید و شاید که ما باز روزهای نزدیک دوام دهیم به مثل این و شما میتوانید حتی فرزندان خودتان رو نزد کامپیوتر یا اینکه نزد تلفن به خاطر گرفتن یک معلوماتی دیگر نزد خودتان خوانید و یک جای با شما این گونه یک درس گرفته باشیم. الله از هر یک شما راضی باشد و هر یکی ما و شما را بردبار گرداند، موفق گرداند و اینجا با شما خیر و خوش میکنم. الله جزای خیرتان دهد به آنهایی که دعای نیک برای ما کردند و حتما ما را همراهی کنید. پس از چند لحظه دیگر انشاءالله طریق شبکه زمانی دانستن درسی زبان عربی با معلم خلف نیز گذرانده می شود. بار دیگر الله جزای خیرتان دهد تا واخوری های دیگر خانه آباد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.